و چون تمام قوم رعدها و زبانه‌های آتش و صدای شاخ و کوهی پر از دود را دیدند و شنیدند، پس ناکی رفتند و از دور ایستادند و به موسی گفتند: تو با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، ولی خدا با ما سخن نگوید مبادا بمیریم. و موسی به قوم گفت: نترسید، زیرا که خدا برای آزمودن شما آمده است تا که ترس او پیش روی شما باشد و شما گناه نکنید. و قوم از دور ایستادند و موسی سوی میغ که خدا در آنجا بود نزدیک آمد. و خداوند به موسی گفت: به بنی اسرائیل چنین بگو: شما دیدید که من از آسمان به شما سخن راندم. با من خدایانی نخره نسازید و خدایانی طلا برای خود نسازید. قربانگاه خاکی برای من بساز و قربانی های سوختنی خود و قربانی های سلامتی خود را از گوسفندان و گاوان خود بر آن تقدیم نما. و هر جایی که من ذکر اسم خود را مقرر نمایم، من نزد تو آمده تو را برکت خواهم داد. و اگر قربانگاه سنگین برای من بسازی، آن را از سنگ‌های تراشیده بینا نکن، زیرا که اگر افضال خود را به آن برسانی، آن را پلید خواهی کرد. و بر قربانگاه من با زینه پایه نبرا، تا که عورت تو بر آن یله نشود.